بچه انا همه چیزا که جو با جو کریم توی ناز گذاشت ای قنزانه نویری منی صفیه جان خشرو رقص کردی انا بچه دیدی توی تقاد ناز گذاشت عروسه دیدی عروسه عروسی بدیل مونا ای قنزانه که و علیکم در نویرام جونومی خشرو انا تیا ناز رقص کردی قنزانه نویرام مردم خورسان شدن توی تقاش زن گرفته تقاش همه باید گیره بره تلکه های برده آشخونه دمونه جانی بی بی همه جا با جا حق کنه در نویرام جانو میکنه خوش راحت برای جا با جا کنه نه که توی ما نقص شد همو صفه چو کره همو ساموار همسرا برده دیگویا برده دیگویا جو با جو کنه خلاص کردیم ای مردک توی تعریف کرسدیان همه میگو توی سیرو پر گذاشت همین بین قشلاق اومد و همه تعریف توی مورد داره همه حواس کنه اینه که ارزا ما دیدم مردک کلین کویا دا پمپا پوشی نمون نه که میگو کلین تعریف کردن همین اوچاش تعریف میکنه میگه کلی میگه دخترم آشپز دخترم نون میپزه میگه تورتا میپزه میگه دخترم میگه اوکال کنه با مردک اینا که همین ازو کشیدی انا کد نفخه تلویی دسته دا او نمیزنی مو نکن همین کلینت کرنگی مردک همین همسایه می دیدم کلینش همین حواس میخوردم اکا حواسام میگم بینو انا که بالا صاحب کلینش من نمیمونم که میانت خم شود سرخی لب و دندانت کم شود زنک شده که مردک همین بچه از آن با کم تا جوش کدم خودم من میگم نویرو قطیه خونی خواهرم روم میگو جای میری رفتن صفیه جان صفیه بیا بچه هوزی میری هوزی رو بیا اینجا بیا بچه هوزی خزیم رویم پرو رفتن اگه ای عروس کورا کرام میگیری مردک میرمو سحر قدیمی بیامو کوروی کلینا ببینم کنی چخیل کار میکنن مردک کنی مامونم توقع کنی کشکی خدا با ارزکم رستم بیا رفتیم صفیه کنی بیا بچه وای گلکم وای دلکم وای دلکم کلین جان کلین جان کلین کجا باشه خوب بوده باشه کلین دیجه هم نیست تو شکره ها کلین دخواه مونده باشه کلین کلینی تعریفی کلینی تعریفی ای چی گفته ای خونه او دو حلیم ای چی گفته
این خانه و در بینو این یه هفته این احوال بینه آیا تصاز کلین چکای گفتم بدرو در او دو حلیم من خودم که به کلی بودم تا حاضی همه کارا میکردم این چی گوی این منو میخنده نه منو میخنده او دو حلیمه آخی همین کلین داری شده که با کلین تعریفی کلین کجا شدی؟ من این حوزه من سرمنده کاری کلی دهنی من نپوشه دهن من نپوشه مونه آخی این چی کلی نه ساعت چند شد ساعت 10 شد دهن سویا نگاه داره که کلی کاری کار میکنه یا کار نمیکنه اینه بینه این احوال بینه این احوالی خونه یا بینه آخی خب کن اون دوره که ما توی شو عروس شدیم تو راست از خونه تو خونه من آوردیم این جوانوی حاضره اخوید باغ میرن راغ میرن میگردن همین سحری ای باغ ایران اومدن اخی وقتی باغ روی کار من میکنم باغ میرم راغ میرم اینجا میرم اونجا مرد شرمنده شدم تعریف شرمنده کردن من شرمنده کردن این کار ای پاگو سر بکنن اخی پاگو مون اکانت ها دام استراحت کنن اینجا بیاد تو مردم یک کس بیاد چی میگم مردم چیکار داره با حواس کلین کرده کارم زیاد شد و کم نشد اینا گفتم کلین کنیم کارمون سبک میشه بچه گفتم عقلش دست روش میدرو بچه نه عقل دست روش درو مده نه کلین خیست مردک امروز چندم روز کلین یک بار از دهن درش نمیبرو کارو بار خودم کلین چه که خونه شدم گفته بوده که اپاگا کار خونه نمیکنی کارم زیاد شد و کم نشد مرد با نبرم آده؟ با نبرم من حاضر میرم همین کارا خودم حل میکنم مردک بی منم روون نه من خودم همین کارا تو کردی اینجا شما حل من کردم یا شما کرده مردک شما تعریف کردی مردک احتیاط کنه السلام مامان جون سلام تمام صدقه سلام شوید تو چی خیلی تو عروسی تو چی خیلی کلین تو یک بار بیرون نمیبرایی تو یک کار بار زندگی رو نمیبینی تو شرمنده کردی تو یک بار بیرون نمیبرایی هم کش تبار همسایه ها نگاه داره که عروس کجا شد تو وقتی همین کلیکوی کار آسان نیست ما خانه تو رفتیم وقتی که ما تا انتخاب کردیم با کمپیر اوچه تو تعریف کرد این دختری من 5 هنر پختوپز میتوند دوزندگی رو میتوند او کلکنه کرد در 5 هنر در یک 5 تو هنر نیست شرمنده کردی نمیبری کار باریفدیدگی رو کنی تو اخبخش تیار کلی کردیم خروس حوزه از ساعت 4 فریاد دارد کلین امک جان شما خروزهای همسایه رو یک طرف گذارید این خروزی من از روزی توی امک جان تا اینجانیب یک بارا ککم چیخی نگفته است